بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. امکانیت‌های هر دو دولت خیلی زیادند، لیکن جوابگوی طلبات امروزه نیستند. در این نمایشگاه بزرگ نیز که پس از 4 سال وقفه در برگزاری نمایشگاه‌های اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان و با مشارکت بیش از 80 شرکت و فعال اقتصادی برگزار می‌گردد، صرفاً بخشی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های تولیدی و صنعتی جمهوری اسلامی ایران به نمایش گذاشته شده است. عکس کجاست؟ Thank you.